بابایشان به همین سخنهای مرا در بین خلق خوانده درباره که پسر مادر خود را لطوکوب میکند یک چند سخن میگفتید. اگر بابایشان چه خیلی که خود شما میگویید حقارتهایی بجایی دارم، ما خفه نیستیم اگر تکرار شود. من یک مادر 72 ساله می باشم. پسر کلانی به نام طاهر 19 ساله است. پیش به خودمان خانه کردیم، با خودمان خانهش کردیم، حتی باز آمده طلب پول کرد. بعد برآمده رفتنش من با شاهد همسایم 10,000 پول برآورده به بو دادم. از بین 19 سال گذشت. یک روز با همراهی پسرانش آمده بچه دویمم را لطوکوب کرد. باز بعد چند روز آمده خودم را به شدت در شکمم زد، مرا زنوار حقارت کرد. گفت که فلقت میکشم. بابایشان من خواهش دارم که درباره همین خیل فرزندان ناخلف سخنهای پروردگار را گفته در دیسک‌ها ثبت کرده میشدند. همین جمعه انتظارم بابایشان. همین بچه به ایمان من طاهر نام دارد، از دهه جوی بادام. یا الله، من گمان میکردم که دهه جوی بادام خیلی دهه مردمی با ایمان و جوانای با اخلاص و زیرا هر باره که ما در محفل های اونها میرویم اینقدر اخلاص و اینقدر جمعیت زیادی جوانا رو دیده من مفتون اینها میشدم. خوب باز هم خفه نیستم، زیرا که در عرفیت میگوین جنگل از خوگ و خرس خالی نیست. خوب من به این جوان که نامش طاهر بوده است از این منبر رسول اکرم خطاب میکنم. دادر عزیز، به خاطر این بی‌آدابی که به مادر مهربانت کردی، تو از نگاه اسلام و شریعت عاق هستی. تو از نگاه اسلام محروم از رحمت خدا هستی. تو از نگاه اسلام گرفتار غضب سخت پروردگار خود هستی. تو از نگاه اسلام اگر توبه نکنی انسانی هستی که بوی جنت برای تو حرام است. حتی تو انسانی هستی که تمام بشریت و ملائکه های الهی برای تو لعنت میفرستند. زیرا در روایات ما خواندیم من فضل زوجته علی امه فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. هر فرزندی که همسرش از مادرش بالا داند، به خاطر همسرش مادرش آزار دهد، بر این فرزند لعنت خدا باد، لعنت ملائکه ها باد، لعنت تمام جامعه بشری باد. دادر عزیز، این است مکافات مادری که تو را 9 ماه در رحمش برداشت، نطفه پلید تو را، جنین ناخلف تو را در رحم نازک مادرانش تربیت کرد 9 ماه، که این 9 ماه برای او چون 9 سال گذشت. بیدارخوابی ها، کمخونی ها، وزنینی ها، مادری که برای به دنیا آوردن تو ناخلف طاهر با مرد دست گریبان شد، عذاب مرگ پسی سر کرد، تو ناخلف به دنیا سالم آورد. در وقتی به دنیا آمدنی تو در لبهاش تبسم پیدا بود، شکر خدا رو میکرد که فرزندی من سالم به دنیا آمد. مادری که برای خاطر تو شده ای طاهر 2 سال از پستان نازک تو شیر داد، خودش گرسنه مونده تو رو خورانید، خودش تشنه مونده تو رو نوشانید، خودش خواب نکرد و تو رو خواب آدید، خودش خنک کرد و شبها در گهواره تو رو الله گفت ای طاهر ناکلام. مادری که وقتی که تو در حولی بازی میکردی از تماشای تو دنیا لذت میبرد، چهره هاش میشکفت که من بچه دارم. امروز از دست تو ناخلف، از دست تو ناجوان مرد، از دست تو عاق پدر، از دست تو عاق رحمت خدا در شکمش لغت میشکنند. شکمی که تو رو برداشته بود، شکمی که تو رو 9 ماه بانی کرده بود با ضرب لغت تو،
ای ناجوان مرد، حالا هم فرصت داری، حالا هم در نشده است، نزد مادر رو، نزد مادر رو، دستاش بوسه کن، پاهاش بوسه کن، در پیش پای او خود انداز، توبه کن. والله دل مادر دل مهربان است، دل رحیم است، تو رو توبه قبول میکند، تو رو گناه میگذرد. حالا فرصت داری، ای ناخلف، خدا تو رو هدایت کند. من فرزند را میدانم که مادرش از خانه بیرون کرد در وقتی بیماریش، مادر در بیمارخانه وفات کرد و جنازش نرفت. امروز چی خاری و زاری اثر میگذراند؟ تو این عذاب منتظر باش، تو این خاری را منتظر باش. ان همون فرزندانی که امروز در پشتتن والله تو را خار کرده، عذاب داده، تحقیر کرده میکشند. کما تدین و تدان، چی معامله کردی همان معامله را از فرزند و چشم دار. قرض است کرده های تو بر دوش روزگار، در هر زمان که وقت بیاید ادا کند. این لگتی خداوند پای تو را شل کند، خداوند پای تو را قاق کند، خداوند پای تو را کلته کند که در شکم مادر زدی. منتظر باش که لگت های فرزندت در شکم تو می بیاد، منتظر باش. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. خدا بگد ای عاقی پدر، امروز اگر مادر و پدر تو راضی نکردی، اونها از تو ناریضا رفتن، پیش من می بیایی، انتقام این مادر پیره از تو خدای او میگیرد، تو دور نمیری. ثم الى ربکم ترجعون. طاهر حالا هم فرصت داری، همراه فرزندات رو پیش مادر سرت از زمین مون، آب دیده کن، گریه کن. والله امید دارم مادر مهربان است، مادر حلیم است، مادر غمخوار فرزند است. باز گناه تو رو میگذارد، من باشم که نمیگذاشتم، اما مادر دل حلیم دارد، دل مهربان دارد، دل سوزنده دارد. وای باز تو رو میبخشد، باز تو رو عفو میکند، باز پیشانی تو رو سیله میکند، باز من باور دارم پیشانی ناخلفی تو رو بوسه میکند. رو حالا هم فرصت داری. طاهر دادر عزیز، حیفی جوان مردید، حیفی جوان مردید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند 3 گروه آدم هرگز جنت نمیدارد اگر به توبه از این عالم رفته باشد. یکی از اونها والعاق لوالدیه، فرزندی که عاق پدر و مادر شده باشد. یا الله، پیغمبر بزرگوار میگوید بکاء الوالدین من العقوق. آخر یک سخنی به آدابانه گویم، مادر اگر غمگین شود و آب دیدش ریزد، ما عاق میشویم. آی ناجوان مرد، تو بالغت در سیکم او میزنی، تو مگر عاق نشدی؟ مگر او اهل محلی جوی بادان تو رو چطور نگاه میکنن؟ پیش مردم درو توبه کن، پیش مردم درو پیش مادر تو توبه کن. این صدای من که همه جا میشنود، این صدای من با نام ناخلفی. تو طاهر نیستی، تو فاسدی، تو فاسقی، تو ظالمی، تو عاقی، همه جا میشنوند. لیکن باز رو توبه کن، همراه مادرت پیش من بیا، از این منبر من تو را مردم رو معرفی میکنم، توبه تو را آشکار میکنم. شاید اینجا مادرم عیبدار باشد. پدر و مادرای عزیز، وقتی که فرزند ناخلف تربیت کردید، وقتی که فرزند از مسجد دور کردید، وقتی که فرزند احکام ایمان و اسلام تعلیمش ندادید، این است جزای ما پدر و مادر. بنابر همین پیغمبر بزرگوار ما و شما را امر میکنن مروا اولادتون بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. بچه هاتان از 7 سالگی نماز خوان کنه، از 7 سالگی مسجد بر کنه، از 7 سالگی نمازهای جمعه بره، تا اینکه این صحبت ها را شنوند، حکم اسلام درباره احترام و پدر و مادر شنوند.